این مار زخی آنقدر قوی دارد که میتواند بلافاصله گوشت انسان را ذوب کند. ما اکنون به سمت خطرناکترین جزیره جهان یعنی جزیره مارها میرویم که نام رسمی آن ایلا دا کویمادا گرانده است. در این جزیره هزاران مار زندگی می‌کنند که برخی از آنها جزو سمی‌ترین گونه‌های جهان هستند. این جزیره حدود 20 مایل دورتر از سواحل برزیل قرار دارد. به ظاهر یک بهشت گرمسری با جنگل‌های سرسبز و صخره‌های سنگی دیدنی است، اما هیچ انسانی اجازه ورود به آن را ندارد، چرا که شمار بی‌پایانی از مارهای سمی در آن زندگی می‌کنند. اما چرا در این جزیره نسبت به هر جای دیگر جهان مارهای سمی بیشتری وجود دارد؟ مدت‌ها پیش بالا آمدن سطح آب دریا این جزیره را از سرزمین اصلی برزیل جدا کرد و به همین دلیل هیچ شکارچی برای کنترل جمعیت مارها باقی نماند. در طول زمان جمعیت آنها رشد چشمگیری پیدا کرد و جزیره را به مکانی با بالاترین تراکم مارهای سمی در جهان تبدیل کرد، به طوری که در برخی نقاط بین 1 تا 5 مار در هر متر مربع یافت می‌شود. این جزیره آنقدر خطرناک است که تنها تعداد اندکی از پژوهشگران با مجوز ویژه دولت اجازه بازدید از آن را دارند، به خصوص برای مطالعه اخفی سرمیزه طلایی که یکی از مرگبارترین گونه هاست.